از جان و دل فدای یک مدعای مادر. فتح و کشای شارت دستی دعای مادر. غم خار و غم شریکان از موی سر زیادم، اما بر روزی سختی خالیست جای مادر. از سطو و توزی شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر، در پیش پای مادر. Ağnaginam darul aman kunlar keldi, şafaqlaring ol bu kunlarda. Yetganlar bor, yetmaganlar bor. Ey onaginam, onaginam, jon ona jonam, ona. Ocha jonam, jo yakton jannat shavad hoji, Khudo hoji dor dar qiyomat. Ocha jon, go'raton purnur shavad. روحکتون از من و همه ما شاد باشد. همه کتون خدماتون نوری دیده تاجی سر، خدماتون بخشتون نوری چشم خوش آمدتون. جای مادر جان من بهشت باشد. گذشته های شما هم خداوند رحمت کند. انا لله و انا الیه راجعون. الله اکبر. خوش آمدید، خوش آمدید. تو دیگر به پیشوازم دمی در نمی برایی، و دیگر به شیوهی خود بری من نمی سرایی. پسری عزیزم آمد، پسری غزل نویسم. پسری عزیزم آمد، پسری عزیزم آمد. تو دیگر نمیتوانی که میانی پیرزنها، زی من افتخار سازی به 1001 تمنا. زی کناری خاک بودی به کناری خاک رفتی، زیده مزار بودی به مزاری پاک رفتی. زی توافی کلبه تو دلی من زی هم برسد، به همه جهان ستیزد پسری غزل نویسد.
که کجاست مادری من، مادری دلاوری من، که کجاست مادری من، که کجاست مادری من، مادری دلاوری من، که کجای مادری جان، پسی در نمی برایی و دیگر به لحجه خود بری من نمی سرایی. مادر که کجاست مادری من، مادری دلاوری من، که کجای مادری جان، پسی در نمی برایی و دیگر به شیوه خود بری من نمی سرایی. پسری عزیزم آمد، اوی پسری عزیزم آمد، پسری عزیزم آمد. بسیار مادری بزرگ ما در زندگی خدمت‌های زور کردن، تربیت کردن، به وای رساندن، عقل آموزاندن. ما بسیار چیزای در زندگی آموختیم، همه چیز از مادری بزرگوار بود و جایشون جنت باشد. الهی امروز 100 دقیقه که مادر را به خاک سپردیم. مادری من بسیار مادری یک تربیتگر بودن، آدمی زمینی بودن، آدمی خدا ترس بودن، آدمی که از خدای رسول با خبر بودن و پدرشون یک عالمی بسیار بزرگ بودن. بابای من بسیار عالمی بقوت بودن در همه جاده علمی زمینی و آسمانی. علمی هم قدیمه و علمی امروزه میدونستن. و این مادری بزرگواری من بسیار نسل نورسه تربیت کردن، خودی مایه تربیت کردن. همیشه یک چی تلقی میکردن که بچه‌م نیکی کن، آدمای دلشون یا کسی که تو رفته این مادری من میگویی مادرای دل برداری میکنی، من راضی. همین گپا گفتن گیر. همه این مادرهای دلشون بردار، آدمای مادرای دل آزرده دلشون بردار، نمون که اینا رنجن. و همین بزرگی مادر ما به وای رساند و این بزرگی مادر ما تربیت کرد و ما از مادری بزرگوار ما آموختیم و مادر امروز با یک دیدار در قیامت گفته ناله کرده، مادر رو برده به خاک سپردیم و گفتیم که آچه جان شما در حقیقت خدمت کردید، ما کلان کردید، برای پدرم خدمت کردید، برای فرزندای پدرم خدمت کردید و اینقدر آدم دوست بودید. همه این مهمان، همه این آدم به خودشون خویش میبروردن. حتی لولویی که در همین خانه آمده خیر کنید تو میگفت، همینا خویش ما میگفتن. باور میکنید اینقدر آدمی بودن. از ازبکستان با مهمان میومد میگفتم ما اصلی اولاد ما ازبک میگفتن. میگفتم آچه اما تاجیک کو میگفتم بچه فرقش همین خرسان شده رو من گفتم، من گپا گفتم. همه دلش میافتن. یک زنی بسیار فرشته بودن، یک زنی بسیار آلوفته بودن، یک زنی بسیار تازه بودن و صد افسوس میخورم که همین روز من در زندگی شوخی به شوخی مادرم از دست دادم، شوخی به شوخی مادرم برای آخرت گسیل کردم، شوخی به شوخی مادرم در خاک سپردم و جایشون جنت باشد. همه مادرای گذشته خدا رحمت کند و مادرای زنده به فرزندان میگم که مادرای زنده باشن، عزت کنیدتان، حرمت کنیدتان، به قدرشان رسیدتان. و دعای مادری من دعایی بود که فرزندای راه دور سلامت نگاه دارد، همه بچه‌ها خانه‌دار شوند، همه بچه‌ها بچه‌دار شوند، همه عالم از این کسلی‌ها خلاص شود، همه باش شود، همه تین باشد. گفته شب روز دعا میکردن فرشته مادری من و برای همین دعای مادرم الهی مستجاب شود و الهی زمین و آسمان خدا تنجی امانی کند و خوشی و خرسندی کند و همه به خدا روزی نیک دهد و جای همه گذشته‌های خدا رحمت کند، جنت کند و از آن جمله جای مادرم خداوند رحمت و بهشت ابد گرداند. الله